به این شکل میبینید وسط درز ماهی رو میشینید به انتها که مونده جدا نشه و به این شکل ببینید دقیقاً میایید حالت 90 درجهش میکنید. دقت کردید؟ یعنی این شکلی اگر بیاد اینجا باشه ببینید به این شکل. مثال میاد میگید از قد کمر تا پایین کار چقدر؟ 100 سانته، 30 سانت، 20 سانت، 40 سانت، 50 سانت، هر چقدر که خواستید دنباله بدید به اضافه قد دامن میکنید. مثال من میخوام تقریبا 120 بشه، 130 بشه، به اضافه هر اندازه‌ای که کردم میاید دقیقاً میبینید اندازه رو که زدید به این شکل میبینید رسمش میکنید میشه دنباله لباس شما. قیچیش میکنید. الگو رو روی دولای بسته پارچه به این صورت قرار میدیم و دور تا دورش رو با جادو قیچی میکنیم. و حالا شما یه دامن ماهی پرچین دنباله دار به این شکل دارید. شما همین الان میتونید دوره مجازی مجلسی رو ثبت